هستن نفرانی که به خاطر پیشبرد تجارت از کمک فالبین استفاده میبرن، یا که متاسفانه هستن نفرانی هستن که توماری کشایش کار یا که توماری بخت کشا. کجاست اون روحیه منطقی و علمی که دین ما رو دولت به اون میکنه؟ چرا ما از متخصصان مشورت نمیگیریم؟ چرا عجیبی کار این است که یک نفر مولا یا یک نفر فالبین در همه کار باید مصلحت دهد، در مشکلات اجتماعی، در مشکلات اقتصادی، در مشکلات سیاسی و دیگر متخصص همه طرفه است. و ما اعتماد داریم به او بر او و شاید همین بعضا وقت خطا رفتن ما یا ناکام شدن ما به همین اعتماد باشد، نادرستی اعتماد باشد یا نادرستی باور ما باشد. ببین اینجا یک چیز عجیب است که مثلا وقتی که یک نظریه علمی یا یک حقیقتی علمی رو میخواهی به مردم برسانی، مردم زیر شبهه قرار میگیرند، زیاد مناقشه میکنند، زیاد درست هست یا نیست به بحث میکشند. اما وقتی یک خبر خرافاتی یا افسانوی در بین مردم چنان پهن میشود که در یک لحظه شاید در سرتاسر جمهوری مثلا آوازه همین خرافات یا افسانه پهن گردد و همه باور میکنند. خوب و همه باور میکنند. چی است؟ و یکی از عامل‌های اساسی من در این پس بودن فرهنگی معرفتی خاصتا ندانستن حکم درست دینی. وقتی که ما مسلمان هستیم در اسلام سحر حرام است، چرا از خدمت اونها استفاده میبریم؟ تشکر. خب دانش‌ها از نگاه فلسفی تقسیم میکنند به سه قسمت: دانش‌های روزمره، دانش‌های عنعنوی و دانش‌های علمی منطقی که تنها در اساس علم منطق ما باید که با اون دانش‌ها باور کنیم، بعد فرضیه‌ها در اساس تجربه سنجیده شود، بعد این دانشی همه طرفه واقعی قبول کرده شود. اما امروز از بس که جامعه ما جامعه عنعنوی ترادیسیونی هست و همین دانش سحر و جادو هم برمیگردد به دانش عنعنوی، چون که در عنعنه ما وجود داشت تا امروز هم هست و دوام هم میکنه. به همین رجوع میکنند مردم، چون که حضور هم نرسیده. مثلا ببینید همین در اپیزودی که نشان دادیم اینجا دو مشکلات وجود داره: یکی نگرانی فرزندش با اون که چطور عائله برپا کنند، بنیاد کنند، این یک مشکلی. دیگر مشکلی اون که از کدام راه میتوند همین مشکلی حل کنه. همین دو مشکلات. ببینید اکنون همین دو مشکلات به طرز عنعنوی باید ما پیش ملا رویم یا پیش جادوگر رویم که وای با ما مصلحت دهد. خوب باید چه خیلی مصلحت میتهد؟ مصلحت وای از نگاه منطقی بسیار آسان است. وای 10 نفر دیگر را به خودش رکلام میکند، همین دختره اون میبرد شوهر مییابد، چون که محدودیت های هم مشکلات های هم عائلوی هم جمعیتی زیاد است. همین محدودیت ها امکان نمیدهد که اون دختر دیگر استعدادهای خود به نمایش گذارد. اگر که به نمایش گذارد همون دختر، تیستر میتواند که یک هم سر خودش یا هم پر خودش پیدا کند. از بس که جامعه ما هم خیلی جامعه عنعنوی هست، بعد امکان نمیدهد برای دخترم که پورا مثلا با یک پسر شناس شدن این چیز در ما ببینید چقدر سخت است. یعنی که ببینید همین مشکلات ها با چی میبیارد؟ با ما با محدودیت ها میبیارد که محدودیت ها دچار میشیم. ما با محدودیت های دچار میشیم که دیگر همین از محدودیت های یگان کس بر سر ما بار نکرده است. تقدیر ما هم نیست. این محدودیت ها ما خودمون ایجاد کردیم. اکنون در دایره همین محدودیت ها میگردیم دیگر. انا برای اینکه از این محدودیت ها بیرون براییم، تنها ما باید به فالبین دیگر مراجعت نکنیم. همین مسئله نگرانی کی حل میکنه؟ روانشناس حل میکنه. کی باید مثلا یکی از روانشناس بسیار حرفه‌ای دل کارنگی است که چقدر مصلحت ها میتید برای از بین بردن نگرانی و چی طور تو باید که نقشه گیری و همین مشکلاتی که داری یا نگرانی که داری همون نگرانی حل کنی. همون خودشناس شدن، خودشناس بودن همون چیز است. یعنی که اگر ما خودمون رو شناخته نتوانیم با عقل و تفکر خودمون، دانش خودمون، پس کسی دیگر رو شناخته نمیتونه یا کسی دیگر ما رو شناخته نمیتونه و در این حالت ما رو فریب میدهند، ما رو گمراه میکنند
و با همین گمراهی در همون چارچوبه قالب جامعه سنتی زندگی رو پیش میبریم و دیگران رو هم وادار میکنیم که به همین چیز تکیه کنن. بیشتر ما چی یعنی استعداد خود شناسیم بله. که ما که هستیم. وقتی که استعداد خود میتونیم شناختن یکم، دویمش بله. ما میتوانیم همون استعداد خود در تبلیغ و در نمایش گذاریم. این شرم نیست که ما مثلا استعداد خود در نمایش بله. گذاریم. بله. ما باید در نمایش توانیم گذاشتن. ببینید یک عده نفرای هست که دانش دارد، تمام استعدادها دارد، اما نمیتوند همون خودش معرفی کنه. خوب نظر شما. انسان خودش این یک مکانیزم بیولوژی هست که خداوند به دست قدرت خود طبیعت ساخته است که آن به برنامه سازی نیاز دارد. و برنامه سازی که مثلا به مردم می شود از طرف نمایندگان گوناگون جمعیت دیده می شود. و البته فال و فالبینی از زمانی که جمعیت پیدا شد و پیش این علم بود، البته این علم حال نام داشت و البته کسانی که به حال در آمدن نمی توانستند آنها اشیا و پردمیت ها را استفاده بردند. با مانند مثلا ستاره ها رو گرفتند، با مانند مثلا چوب هایی که در زمان عرب بود، با مانند مثلا بعضی چیزهایی که مثلا با واسطه آنها یا که کارت حاضر هست که با واسطه کارت میبینند. پس این کی سر شد وقتی که من با منطق و با سوالی که زندگی چیست، حیات چیست، آنها یعنی که جمعیتشون پیشتر رفت وقتی که ماه رو و آفتاب رو یکم بار گرفتند و انسان همچون آدمی با عقل سوال داد که چرا چنین شد و به این مثال های گوناگون در هر جمعیت قوم و قبیله گوناگون آوردن، حتی که پیغمبران هم در همین جاده سخنان خود را گفتند و این سبب آن شد که مردم با از نسبت به قوه های طبیعی ترس پیدا کردند. در دل مردم یک وهمی پیدا شد و اساسی برانگیزاننده، مثلا یکی از عامل های دیگری برانگیزاننده که مردم به نزد مثلا فالبین می روند، این اگر نیاز باشد یا که گویم انانه باشد، طرف دیگر این ترس نهانی هست که در هر یک انسان جا دارد و برای همین ترس رو دور کردن و روشنی انداختن برای آینده البته کسانی پیدا شدن که مثلا چنین خدمت میکردن. از این رو فال چی هست؟ فال این نشانه نیکی یا بدی واقعه چیز یا یگون کسی را در گذشته، حاضره و آینده روشن کردن است با حساسیت بلند، اکستراسنسوری میگویند یا که ما محسن میگوییم، محسنی، قابلیت محسنی. این با واسطه مثلا ساختار منطقی که فکر میگوییم و با واسطه رمزهای خیالات که ما اونا بینکی میگوییم. یعنی که سه حالتی هست که انسان میتواند که فال بیند و فال گوید و این معنای اینو ندارد که کسی که فال بین هست او بد است. کسانی هستند که در دین نقص هستند، کسانی هستند که مثلا خدا را نقص میشناسند، در جمعیت فایده آورند و ما میدونیم که اکثر آنها میتوانستند که وابسته از حالت نوعی عصبی آنها حالتهای گوناگون پیشگویی کنند، کارهایی را کنند که مثلا ما از آنها در حیرت بمانیم. ولی این معنای آن را ندارد، چون که اگر ما حدیث پیغمبر را بیاریم که گفت به نزد فالبین نروید که گناهکار میشوید، این از آن بود که در دوران زمان عرب یک فالی بود که با چوب کشی بود، در نزد بت‌هایی نمی‌کردن و پیغمبر این منع کرد و آن مثلا شبکه حاضره فالبینی که هست یا که ما آن را میگوییم در مسلمانی ما هم هست روی کتاب کشایی. مثلا در هر درباری پادشاه بزرگی مثلا ستاره شناس بود، علم نجوم بود و فرزندان آنها رو پیشگویی می‌کردند. یعنی این از طرف روانی تلقین بود، از طرف جمعیتی تیار کردن انسان به همون زندگی همون جمعیت بود و اون یک واسطه تربیه بود، یک واسطه ای که مثلا آدم انتظار می شود که چنین واقعه ها با او شدنش ممکن است. و اگر ما گوییم که دین چرا ضد است، برای آن دین ضد است که دین خودش برنامه دارد و وقتی که اگر برنامه ای که این دیگران میکنن وابسته به طلبات های مثلا شریعت نباشد، آن وقت دین اعتراض میکند. برای چی؟ برای که میتواند انسان را بر راه ها و کارهای روانه سازد که سبب گناه کردن خود او. وقتی که انسان گناه میکند شخصیتش مثلا پخش میشود، جمعیت ناسالم میشود و این ضرر به طبیعت هم
مثلا با مفکوره در مجموع رسیدنش ممکن است. در حقیقت دارد تاثیر پسیخوتراپیستی یا اینکه چخیلی که به زبان تاجیکی گویم درمانگاهی دارد. لیکن یک وضعیت رو دیده برایم در حالتی که شخص بیمار است، بیماری سوماتیکی هست، قلب دیگر بیماری و در این وضعیت گویم حالت وضعیت شرایط بیمارخانه تاثیر بسیار منفی بد به بیمار میرساند و فهمو هست که اصول پسیخوتراپیستی تاثیرات مثبت حالت روحی روانی این آدم رو بهتر میکند و خودش رو دیگرگون حس میکند، شاید که بهبودی شود در حالت هم روانی هم جسمانیش. لیکن بعضا همین حالت ها به اون میرسوند که شخص میگه که من خودم رو نقص حس میکنم، دیگر معالجه نمیکنم و شاید که همون بیماری که در آدم هست و به معالجه میموند و با امید میشد که فولبینی خلق کرد من تاثیر رسون. این تاثیرات موقتی هست، بعد از یک چند وقت باز مثلا البته خروج میکند، بیماری اوج میگیرد و باز آدم همون حالت پیشتره و شاید باز بدتر به هم قرار میگیرد. واقعا فولبینی سحر و جادو یا ساحری از قدیم اومده است، از روزی که انسان پیداست. علم است، کتاب ها هستند، کسی این کار نمیکند. یعنی علمی است که امروز حتی در اروپا به طور رسمی دانشگاه های خود را دارد، اعتراف کردند و در قسمت روسیه هم حتی برنامه های مخصوصی هست با اشتراک اکستراسنس ها، حتی خدمت اکستراسنس ها را در فوش کردن بسیار جنایت ها یا کشودن بعضی اسرار بعضی مشکلی ها هم استفاده میبرند. حتی در جامعه های پیشرفته خب ساحران یا که فالبینان زیاد هستن و مردم فعال هستن و مردم از خدمت اونها هم استفاده میبرن. حتی ببین اگر ما با سامانهای اینترنتی وارد شویم، فقط نوستراداموس فقط زیاده از 60,000 سامانه اینترنتی در تبلیغ گفته های این نفری که دعوای پیشگویی میکند در تبلیغ این هستند. دیگر اینکه موقع دین نسبت به سحر با تمام نوعهایش، خواه وی فالبینی است، خواه کتاب کشایی است، چون که من اشاره کردم متاسفانه بعضی ها خیال میکنند که با نام ملا کتاب کشایی میکنند، پیشگویی میکنند. همه این موقع دین معین است، نادرست است، حرام شمرده است. سحر با تمام نوعهایش، چی فالبینی باشد، چی جادوگری باشد، چی کتاب کشایی باشد، چی مثلا در کشورهای عربی فالبینی به پیاله مثلا قهوه است. متاسفانه در حال حاضر ما در فرهنگ فارسی ما فالبینی به حافظ، به دیوان حافظ منتشر شده است و این چونین یک نوع فالبینی کمی چی بگم کمی چی است، این ستاره چی طالع نامه است که متاسفانه بعضی روزنامه ها هم این رو هم انتشار میکنن، حتی بعضی شبکه ها هم تبلیغ این طالع نامه رو میکنن که حقیقت یا که مثال چیزی علمی ندارن. ببین یک چیز دیگر است، ما سبحان الله یعنی عجایبات دین رو بینید، چون که مثلا همه گونه مسکننده ها رو شریعت به خاطری که به انسانیت ضرر دارد ممنوع اعلان کرده است. همه گونه مسکننده ها، خواه شراب باشد، خواه ویسکی باشد، خواه گرین باشد، خواه دیگر این چونین همه گونه این انواع سحر هم. سحر در کجا فایده آورده است و کی فایده آورده است؟ چرا ساحران خود پرابلم خود رو حل کردن نمیتوانند؟ از همه زندگی پستر، از همه زندگی همیشه از جامعه دور هستند ساحران یا که جادوگران دارند. این چیز واقعیت است. دیگر این یک عامل دیگه، مثلا ما گفتیم در نسبت پیشگویی ها، چرا ما به پیشگویی های منطقی و علمی باور نمیکنیم؟ خب مثلا ما سبب رو میآموزیم، میگیم که وضعیت اقتصادی اگر همین میل روند در آینده چنین میشود، در آینده مثلا کریزیس یا اینکه بحران اقتصادی میشود. اینها همه در اساس سبب‌های منطقی باید چی باشد. اما یک نفر فالبین میاد میگوید اینطور اونطور، این حقیقت ندارد. امروز هم استرونومیا هم ماتماتیکا معین کرده است که دانش بشری از همین عالمی که اون فرا گرفته است، اگر ما اون 100% 100% حساب کنیم 5% قابلیت دارد که درک کند، 95% دیگرش بینید که 95% دیگرش تاریکی است. یعنی 5% در روشنایی هستیم، ما 95% در تاریکی هستیم
نبینی اینجی تنها علم ها میتوانند که این 95% دیگر را روشن کنند. ولی اکنون از بس که علم امروز حضرم فعال نیست و در این زمینه فرضیه های هم اکستراسنسی، هنگامه های اکستراسنسی، خوب هم فرضیه های دینی میتوانند که مؤثر باشند. چونکه ببینید چونکه علم حقیقتا آموزشش اونا اثبات کردن، در تجربه آوردن و نشان دادن بسیار سنگین است و برای وقت چقدر قدرت های مثلا هم اقتصادی باید صرف شود، هم چقدر لابراتوری های بسیار بزرگ در کار که هر یک ابیکت آموزی درست معین کنی و از چخیلی که گفتن از جهت منطقی پیشگویی کنی که همین خیلی می شود. فالبینی همچون ظهورات هست. ما باید طرف های جنبه های گوناگونش دیدیم. اکنون میبینیم که یک چیزی دیگری که مثلا ما حساب کردیم قریب 30 چند میلیون سامانی در دستی چنین آدمانی هست که با بازار سیاه تیپ سر و کار دارند. پس از این برمی‌آید که در اونجا پولی زیادی هست، مبلغ زیادی هست که به دولت نه انداز می‌سپارند، نه مثلا بگیم که یک رعایت قانونی دولت را میکنه. از دست بعد پس از این برمیاد چی باید کرد؟ ما چندین بار پیشنهاد کرده بودیم در این مسئله هم که این را به تنظیم باید درآورد. همچون ظهورات این از بین برده نمیشد. چون ما دیدیم در مثلا جمعیت های پیشرفته هم این ظهورات وجود دارد، چون که در وقتی که انسان به چنین طلبات نیاز دارد و اگر جوابگو نشد و البته به چنین آدم می رود و در آنجا این باز گسیل کننده می شود با مبلغ معینی، با پول مالی مخصوصی که ما آنها قربانی می گوییم، خیر می گوییم. یعنی که در اینجا باز یعنی که توجه اقتصادی مثلا اقتصادیات هم هست که در اینجا بسیار دستی گوییم که اندکی زیادتر هست. چی باید کرد؟ معلوم است که این ظهورات هست و میماند، پس آن را باید با تنظیم درآورد. برای این چند کار را اجرا کردن لازم است. یکم مرکز ساختن در کار و این مرکز باید از متخصصان عبارت باشد که در این ساحه پیشرفته باشند و آنها در حقیقت یک مسئولیتی را حس کنند و البته داننده همین علم باشند، چون که ظهورات دیگری هست که میتواند که آنها زیر فشار چنین دانش و علم شوند و خودشان به بیماری های گوناگون گرفتار شوند و یعنی که خود آنها اگر دست زنند مثلا محافظت فالبینان هم خیلی بقوت است و این محافظت را شکستن در کار است و این را کسی میتواند که خبردار از علم مثلا فرار